بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. یکی از چیزهای جالبی که گاهی به ذهنم خطور میکنه که آیا دیدگاه ما و خداوند چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی داره. گاهی یک پستی رو توی شبکه‌های اجتماعی میبینم که میلیون‌ها نفر و حتی هزاران نفر لایک خورده باشه. چگونه ممکنه اون صاحب اون پست درک کنه که اون هزاران نفری که لایکش کردن چه کسانی هستن، چه افکار و عقایدی دارن، چه جایگاهی دارن، آیا الان حال خوبی دارن و همچین مسائلی. واقعا نمیدونم. در حال حاضر کره زمین حدود 8 میلیارد و حالا به قبل و به آینده هم میلیاردها نفر جمعیت میشه، شاید هم بیشتر. این همه جمعیت رو خدای متعال چه احساسی نسبت به این افراد داره؟ آیا خدا هم مثل ما وقتی توی شبکه‌های اجتماعی که ما میریم و نگاه میکنیم بیشتر به اون پستی بها میدیم که ارزش بیشتری داره و به نوعی مشهورتر اون طرف، آیا خدای متعال هم نسبت به ما بندگان اینجوریه که بهترین بندگان رو گزینش میکنه و فقط با اونا در ارتباطه و اهمیت نداره که هیچ بنده هیچ احساسی داشته باشه یا نه؟ بعید میدونم همچین چیزی باشه. اون خدای متعال و بی عیب و نقص، اون خدای مهربان، اون خدای قدرتمند همچین چیزی نیست. ما یک شباهتی فقط به اون داریم. بذارین اینجوری بگم که یک داستانی وجود داره که خیلی کوتاه و جالبه. یک سفالگری بوده و کوزه هایی درست میکرده. روزی یک فرد نوجوان 20 ساله میاد که یک سری کوزه هایی رو از اون بخره و این رو پیش خودش فکر کرده بوده. میره و میگه چقدر مثلا این کوزه؟ یک سکه میده. یکی از اون کوزه ها رو برمیداره، انقدر شل میگیره که میفته و میشکنه. کوزه گر با تعجب نگاش میکنه، میگه اشکالی نداره، اگه از دستتون افتاد یکی دیگه مهمون من باشید. در پاسخ اونم میگه که نه خیلی ممنون، یک سکه دیگه بگیرید لطفاً و یکی دیگه محبت. بعدی رو که میگیره از دستش باز میفته و میشکنه. طرف سکوت میکنه و نمیدونه چی جواب بده. اون پسر جوان یک سکه دیگه میده و یک کوزه دیگه رو میخواد که دریافت کنه. اون کوزه‌گر بهش میگه لطفاً فقط مواظب باشین که نیفته. اونم قبول میکنه، اما باز هم میفته و میشکنه. خیلی عجیب. چند دقیقه بعد دوباره میاد و یک کوزه دیگه که میخواد بخره. اونجا سفالگر بهش میگه آقا اگه میخوای بشکنیش من کوزه‌ای برای فروختن ندارم. تعجب میکنه اون پسر، میگه من خب پولش رو میدم. میگه نه اصلا مسئله پول نیست، لطفاً نشکنید. اونم میگه باشه. یک کوزه دیگه میگیره و تا میخواد از دستش بیفته و بشکنه، اون کوزه‌گر دقت میکرده، سری میره و از دستش میگیره که نیفته. طرف تشکر میکنه، میره جلوتر و باز میفته و اون کوزه میشکنه. سفالگر خیلی ناراحت میشه و هیچ جوابی نمیده. وقتی پسر دوباره میاد و یک کوزه دیگه میخواد که بخره، میگه آقا من نمیفروشم. میگه خب چقدره؟ اگر هر کوزه یک سکه باشه من به شما 20 سکه میدم. اونم با کمی اکراه 20 سکه بده و یک کوزه دیگه بگیر. پیش خودش میگه شاید اینجوری ارزش اون کوزه رو بفهمه، شاید چون من دارم قیمت پایین میدم اون اینجوری رفتار میکنه. اون یکی دیگه هم میشکنه. مرد خیلی عصبانی میشه، میگه آقا چرا این کارو میکنی؟ میگه آقا از دستم افتاد. و پسر میگه یکی دیگه لطفاً کوزه بدین. میگه اصلا نمیدم، همه پولت رو هم بگیر و برو، نمیخوام دیگه. طرف تعجب میکنه، میگه من 2 برابر 3 برابر هزینه‌اش رو میدم، چرا این کارو میکنی؟ که توی چشمانش جمع شده میگه تو داری ارزش من و کارهای من رو از بین میبری. مسئله پول نیست، این کاری رو که من کردم لحظه لحظم رو باش گذروندم و خدایی که لحظه های خودش رو با ما گذرونده اون چه احساسی نسبت به ما داره. مثل این که بگی فلان شرکت مشهور، فلان سازنده پولدار، بری و یک وسیله رو از دم کارخونش بخری و در جا اون حالا وسیله رو کلا خراب کنی. اصلا مسئله اون پول نیست، اون ثروتی که داره قابل مقایسه نیست با اون ارزشی که تولید کرده و مسلما ممکنه جلوی شما رو بگیره. هر کسی باشه اون ارزشی کاری کرده رو میفهمه. مثل این میمونه که ما حالا مثلا یک فردی که داره دانه هایی رو میده به یک حالا پرنده ای، یک جوجه ای، میخواد که اون زیبایی نوک زدن های اون جوجه رو ببینه
و میخواد بیشتر به سمت خودش بکشه. یادم یک موقعی بود که من یک گربه‌ای رو دیدم و خیلی خوشم اومد ازش. یک مقداری گوشت حالا پیدا کردم و رفتم دادم به اون گربه که میل کنه بخوره. یکم که گذشت دیدم این اصلا گربه انگار نمیبینه اون گوشت رو. من دارم میگم بابا ایناش ببین، اصلا انگار نمیفهمید این گوشته. بو هم میکرد نمیدید. مسلما شما هم دیدید، امتحان کردین گاهن، فکر میکنم گربه ها همچین عقیده‌ای دارن، همچین رفتاری دارن انگار. شاید گاهی ما مثل همین گربه رفتار کنیم، کمی دقت به خرج بدیم، میبینیم که خدا داره با ما صحبت میکنه، ما متوجه نیستیم. و در اینجا میشه چیکار کرد؟ رابطه ما با خدا رو باید کمی بهتر بفهمیم، زبون همدیگر رو باید بفهمیم و بفهمیم که ما چه خواسته هایی از اون داریم و اون چه خواسته هایی از ما داره، اون خدای بزرگ. بهترین کاری که میشه کرد درک عمیق از تنها منبع اصلی که همون کتاب خودش قرآن هست. این مطالب مهمی رو که میشه باهاش صحبت کرد، این ارتباط رو اگر قوی تر کرد، بیشتر فهمید، به عمق زیادی رسید، 100% رابطه بهتری بین ما به وجود میاد، بهتر همدیگر رو میفهمیم. امیدوارم که انگیزه گرفته باشیم و انگیزه واقعی و نگرش صحیح. این عقیده ما اگر طبق مسیری که خود خداوند میخواد بره، هم به نفع ماه و هم به نفع جامعه ما. و خداوند هیچ نیازی به سود نداره و هیچ سود و زیانی خارج از اختیار اون نیست و این یک واقعیته. امیدوارم که لذت برده باشیم و